أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سوره توبه آیه 73 به مانند همین آیه تکرار شده است در سوره تحریم آیه 9. الله در قرآن در این دو سوره آیه را بگیم که به مانند یکدیگر میاره، میگه که ای پیامبر ما جاهد الکفار و المنافقین، جهاد کن با کفار و منافقین. مفسرین گفتن که این جهاد با کفار چجوری جهاد است و با منافقین باید چجوری جهاد باشه. گفتن با کفار باید با سلاح باشه، با منافقین با نوک زبان باشه. این سنگ زدن نیست، این حقیقت را گفتن است. برادر جان، اینها اشتباه کردن، در اشتباهشون با اصرار دارن، پافشاری دارن، توبه نمیکنن. اینها توبه کردگی نیستن. اینها را توبهشون کنه وقت ما قبول داریم، الله قبول داره و ما میبخشیم اینها را که در حق ما ظلم کردگی هستن، در حق ما خیانت کردگی هستن، ما را کذب افترا بستگی هستن. زمانی که یا در تاجیکستان میخیزن میگن که ما اشتباه کردیم، جوانها باید جهاد کنن، یا اینکه هجرت میکنن میان در اینجا جهاد میکنن، وگرنه او گریه کردن و او اکتیاریشون به کار نمیروه. گناه اینها را آب دیدهشون خونشون میشوه.